شما به نسبت تعدادی که خود شما در رقابت‌های آسیایی می‌ذارید متفاوتن. بنابراین اون سیاست‌هایی که سازمان شما برای شما تعیین کرده. ولی من می‌تونم شما همون تعداد می‌دونید که شما الان در مثلا پرسپولیس النصر استفاده کردید. برای گل‌گهر برای بازی گل‌گهر استفاده کردید. نیست همچین چیزی. باید سعی کنید تو رقابت‌های آسیایی امضا می‌کنید مثلا برای اهواز تو میزان رقابت‌های آسیایی برای سپاهان یا میزان واحدی در اصفهان بعضی بوده اما هم لازم نیستن اینا همه باعث میشه که اون روزی که میخوان یه بازی رو رویداد رو برگزار کنید کیفیت متفاوت بشه. یه مثلا حالا قبل اینکه بریم سراغ سال جدید میتونید این همگرایی رو بتونید در واقع هماهنگی رو قبل انجام بدید که تو 40% غیر مترقبه خیلی کم تر بشه. 40% فقط مثال نیست. واسه برسم به همین